اینجا از شما میخوام به اطلاعیه‌ای که در این رابطه دادیم گوش فرا بدید تا براتان مسئله به قولی آپدیت بشه و بعدم میکا در اختیار رفیقمان الی جان میذارم که بحث را شروع میکنن. مواضع و وظایف کارگران در شرایط خطیر کنونی. نظام سرمایه‌داری امپریالیستی حاکم بر جهان کنونی دچار بحران ساختاری است. تولید بر دوش بیشمار کارگران جهان همچنان پابرجاست و سود حاصل در جهت منافع سرمایه‌داری عمل می‌کند. چپاول و غارت مالکان برافزار تولید نیز همچنان ادامه دارد. ویژگی کالا بودن انسان در چرخه این مناسبات بیش از پیش نمایان شده است. رشد بی سابقه نرخ استثمار، فقر، گرسنگی، خفقان و به ویژه خشونت جهان بحران زده را دستخوش تنش‌های غیر قابل تصور کرده است. اما بدیهی است که این وضعیت طبیعی و دائمی نیست و نظم کنونی باید تغییر کند. ناظمان حاکم برای حفظ سود نظام سرمایه‌داری شرایط و چهره جهان را نابرابرتر و خشونتبار کردند و برای فرار از بحران به نیروی کار که نماینده انسانیون کارگران جهان هستند حمله ور شدند تا در جهت منافع نظام سرمایه‌داری این شرایط را تغییر دهد. اما تولید کنندگان ثروت جهانی خواهان تحول این نظم موجود هستند. تنش‌های موجود در جغرافیای انباشت ثروت طبیعی به ویژه خاورمیانه در راستای همین سیاست شعله‌ور می‌شود و بی‌اعتنایی و سرکوب عریان مبارزات کارگران جدای از این سیاست نیست. در نتیجه نظام اجتماعی سراسر ناهمگون موجود می‌تواند به جای تغییر متحول شود. نیروی اجتماعی متحول کننده درون جامعه کیست؟ اگر ساختار کنونی از ریشه باید دگرگون شود، فقط تولید کنندگان ثروت جهان قادر هستند که این نظم را برهم زنند. در نتیجه وظایف نیروی کار در برابر سرمایه چیست؟ جایگاه طبقه کارگر که تبلور نیروی کار است در این شرایط کجاست؟ چرا طبقه کارگر تا کنون نتوانسته مبارزات طبقاتی خویش را انسجام بخشد؟ چرا نظام‌های حاکم مبارزات طبقاتی را به شدت سرکوب می‌کند و یا کمرنگ جلوه می‌دهند؟ وظایف کارگران و همه اونهایی که به حقانیت طبقه کار باور دارند چیست؟ آیا انقلاب اجتماعی قهری طبقه کارگر همچنان در دستور است و پرسش‌های بیشمار که اتاق مباحث کارگری مایل است که با علاقه‌مندان به این مسائل در میان بگذارد و با هدف رهایی انسان با یاری و تلاش و کوششی دیگر گره‌گاه‌های مهم را دریابیم تا در اختیار همگان قرار گیرد. اتاق مباحث کارگری. با این اطلاعیه که خدمتتون خونده شد، من میکا در اختیار رفیق الی جان میذارم.
تا بحث رو شروع بکنن و بعدم همچنان که گفتم و همچنان که به شیوه این اتاق هم هست، میگ در اختیار علاقمندان قرار میگیره تا در بحث شرکت کنن و بتونیم با هم یه بحث خوبی رو در این رابطه که وظایف ما کارگران در شرایط کنونی چی هست و چه کاری باید ما انجام بدیم، در این رابطه با هم دیگه به گفتگو بنشینیم. رفیق لیجان، اگر صدای مرا داری یه 5 بدی که من رفیق جان، میگ در اختیار شماست تا بحث رو شروع کنیم و بعد در اختیار رفقای دیگر قرار میگیره که در بحث شرکت کنند. صدای منو میشنوین؟ یه 2 بزنید یعنی صدا میاد، ممنون میشم، یعنی که صدا زنده باشین. سلام میکنم دوستان، رفقای عزیز، خسته نباشید به همتون و امیدوارم شب خوبی رو با هم داشته باشیم. مثل هفته قبل همونطوری که اطلاعیه که رفیق حمید خوند، در واقع بخشی از اون خلاصه شده در واقع بحث امشبی است که با همدیگه داریم. من سعی میکنم که خیلی مختصر و کوتاه در واقع به نوعی عاملی باشم برای باز کردن بحث تا با کمک دوستان رفقا بتونیم شب خوبی رو و بحث خوبی رو در رابطه با اوضاع در واقع شرایط خطیری که در منطقه که بی ربط با ایران و کل در واقع کشورهای حاشیه ایران و جریانات به اصطلاح سیاسی هم نیست، یه مقدار به این وضعیت بپردازیم. بعد در رابطهش در واقع روشن بکنیم که مواضع به اصطلاح یا وظایف کارگران در شرایط اوضاع فعلی چی هست. من عمدتاً روی مواضع و وظایف کارگران توی صحبتم بیشتر از نیروی کار و زحمت اسم میبرم. در واقع همین جدای از منافع کارگران زحمتکشان این نیروهای کار و زحمت نیست. فکر میکنم که این کلمه من تحت نام نیروهای کار و زحمت مفهوم صحبت و مفهوم در واقع طبقاتی و قشرهای ذی‌نفع در رابطه با اوضاع تغییر تحولات به نفع انقلاب و نفع اکثریت مردم که همون تشکیل دهندش در واقع طبقه کارگر و در واقع تشکیل دهنده طبقه کار زحمت نیست. بعد نیست که اشاره‌ای داشته باشیم ضمن اینکه سر مسئله وضعیت در واقع عراق که تاریخاً هفته قبلش پرداختیم، با تغییر تحولات جدیدی که داره در وضعیت عراق رخ میده که پر واضح هستش که این تغییر تحولات به اصطلاح اوضاع عراق نمیتونه بی تأثیر بر اوضاع منطقه من جمله ایران نباشه. یه بخشم صحبت هم به این مسائل اختصاص داره، بعد یه بخشم هست روی به اصطلاح مواضع جدیدی که یا گزارشات بهتره بگم خبری که در رابطه نقض مستمر حقوق بشر در ایران چند وقت پیش داده شد و ایران رو محکوم کردن به لحاظ نقض حقوق بشر، و همچنین نشستی که در واقع سازمانگران انرژی هسته‌ای در رابطه با حل مشکلات به اصطلاح انرژی هسته‌ای با ایران داشتن همچنان تاکید کردن که این وضعیت مشکل سازه، مخصوصا در رابطه با مثلا ساختمان‌سازی یا اون در واقع اون مجموعه‌ای که تحت نام آب سنگین که بنده راستش بخواین زیاد اونقدر دیگه اطلاعاتم توی چارچوب اونقدر قوی نیست یا آگاه نیستم به این مسائل که بتونم مسائل ریزو باز بکنم. در صورت
این مسئله به اصطلاح انرژی، ساختمان انرژی هستی در عراق تحت نام آبای سنگین که در واقع میتونه نمیدونم چیکار بکنه که در واقع راکت های اتمی به اصطلاح چیز بشه، باز راضی کننده نبوده. این به اون مفهومه که به اصطلاح همچنان این تحریم ها همچنان بر جای خود، بر قوت خود باقی خواهند. من همطوری افتادم روی بحث که وقت برسونم خودم باز به یه گوشه های از مسائل به اصطلاح تغییر تحولاتی که در عراق فعلی داره میشه. در صورت با محکوم کردن به اصطلاح نقض حقوق بشر در ایران از طریق به اصطلاح دیدبان حقوق بشر احمد شهید و مسئله در واقع این که نتونستن اون خواسته های به اصطلاح اون به اصطلاح سازمان انرژی جهانی در رابطه با مسئله بمب اتم یا انرژی هستی و مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارن در واقع توی جلسهشون به توافق نرسیدن، یعنی اطمینان رو نتونستن بدن. این وارد یک سری به اصطلاح بگو مگوها و کنش و واکنشایی بود که چندین سال است این رابطه جمهوری اسلامی به اصطلاح باهاش روبرو هستش. و همونطور هم که میدونید توی رابطه سیاستمداران به اصطلاح جمهوری اسلامی درگیری شدیدی با همدیگه داشتن. در واقع اون بعد از انتصاب شیخ حسن روحانی که به اصطلاح توی رابطه به اصطلاح با سازش با غرب و حل مسائل مشکلاتی که منجر به تحریم در واقع اقتصادی ایران شد، قول داده بود که وارد به اصطلاح مذاکره میشه و از این طریق بخشی از تحریما رو برمی‌داره و با دعوتی که رسما کرده بود از به اصطلاح سرمایه‌داران غرب در رأسش آمریکا، این قول رو داده بود که بتونه به اوضاع اقتصادی ایران سر و سامان بده و پر واضح است که نه تنها کوچکترین به اصطلاح بنابر مخالفین درون حکومت خود نظام نکبت اسلامی نه تنها توی به اصطلاح کوچکترین قدمی در رفع به اصطلاح مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی سیاسی و فرهنگی سراسر جامعه را گرفته و نظام نکبت اسلامی رو در سراشیب سقوط قرار داده، این بگو مگو که الان هم در واقع میتونم بگم همچنان ادامه داره، حمله شدیدی است که به اصطلاح نیروهای تشکیل دهنده در حکومتی به شیخ حسن روحانی داشتن و بخشی از نماینده اقتصادی مجلس هم به ایشون گفته که چرا بعد از گذشت 1 سال همچنان به مردم دروغ میگید، مخصوصا در رابطه با تورم، و شما مطرح میکنید که ما تورم 15% رو تونستیم به اصطلاح از تورم 40% به 15% برسونیم، چرا اینقدر دروغ میگید؟ و رسما به اصطلاح به شیخ حسن روحانی که این دروغ بسه. این نماینده اقتصاد مجلس ارتجاع اسلامی است که داره اینا رو مطرح میکنه. نه تنها طی 1 سال گذشته شما نتونستید مشکلات و معضلات اقتصادی و مسئله تحریما رو با توجه به عقب نشینی که در مواضع انرژی هستی و بسیاری از مواضع دیگه که غرب خواهانش بودن صورت گرفته، کوچکترین به اصطلاح راه حلی رو یا مشکلی رو از وضعیت اقتصادی تا اوضاع سیاسی در رابطه با به اصطلاح جهانی رو نه تنها حل نکردید بلکه همچنان تا 1 سال گذشته دروغ و دروغ و دروغ به مردم گفتید و حتی مدعی شدید که به اصطلاح نرخ تورم به 15% رسوندید و این یک دروغی بیش نیست. در ارتباط با سازش در واقع عقب نشینی روی مواضع به اصطلاح نظام نکبت اسلامی در تقابل با سیاست جهانی غرب، با توجه به عقب نشینی که کردید میبینید که همچنان اوضاع بر علیه به اصطلاح جمهوری نظام نکبت اسلامی میگرده و همچنان غرب ناراضی است از وضعیت به اصطلاح اینکه در حد اون چیزی رو که غرب خواهانش هست برای برداشتن تحریم ها در واقع نتونستید اونا راضی بکنید، با توجه به اینکه عقب نشینی هایی از مواضع به طور مشخص در رابطه با ساخته به اصطلاح انرژی هسته‌ای و از قبیل این مسائل
رخ داده و این قولو من به شما میدم. این مرتجعین درون حکومت هستن که اینطور با هم درگیر شدن. این قول ما به شما میدیم آقای رئیس جمهور شیخ حسن روحانی و مجموعه تشکیل دهنده حکومت نکبت اسلامی که تلاش دارن با کمک غرب از این وضعیت بحران سیاسی بتونن بیرون بیان. این قول رو به شما میدیم که به صلاح این راه حلایی که غرب ارائه داده مخصوصا در تو عقب نشین در تو انرژی اتمی و فلان اینا نمیتونه اینا رو راضی بکنه، کماکان که گزارشاتشون و همچنان گزارش احمد شهید دیدبان حقوق بشر در رابطه با ایران رو خوندید و شنیدید و همچنان غرب به صلاح اون نگاه خصمانه‌شو به نظام نکبت جمهوری اسلامی داره و شما هر قدر تلاش بکنید که عقب نشینی بخواید بکنید از مواضعتون بخوان در رابطه مسئله انرژی هسته‌ای، این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد و در حد عقب نشینی به صلاح از مواضع اون قدرت طلبی پان اسلامیستی جمهوری اسلامی در رابطه با حمایت به صلاح از سازمان‌های تروریستی و عنوان سازمانگر به اصطلاح جریانات تروریستی و خواهان به اصطلاح مسائل دیگه من جمله نقض فاحش حقوق بشر و آزادی هایی که به اصطلاح در چارچوب به اصطلاح نظام نکبت اسلامی به هیچ وجه خانه‌ای نداره و بسیاری از عقب نشینی های دیگه که منجر به در واقع حالا بخوان ادامهش که اینها خواهان سرنگونی نظام نکبت اسلامی است. اما یه چیزی که اهمیت داره خارج از این وضعیتی که چنان غرب در واقع نتونسته، اینا رو گفتم برای اینکه این وضعیت و این اوضاع رو، این اوضاع خطیر رو بهتر بهش رسیده باشیم، بدونیم که منظور چی هستش. این در رابطه با تقریبا در رابطه با چیز وضعیت ایران است، ولی یه چیزی که بسیار اهمیت داره و اینها به اصطلاح به لحاظ خبردهی جز خط قرمز هست در رابطه با به اصطلاح سازششون با غرب در ارتباط تامین وضعیت اقتصادی سیاسی و مسائل دیگه، این هستش که همیشه نظام نکبت جمهوری اسلامی حتی در شروع به اصطلاح اون انتصاباتی که در تو محمد خاتمی بود و نشستی رو که حدوداً 1998 تقریباً اگر اشتباه نکنم که در نشستی که در مقر سازمان ملل در آمریکا داشت، خیلی تلاش کردن که به اصطلاح سیاستمداری آمریکایی بتونن رابطه که امروزه به نوعی دارن تعریفشون میکنن اون موقع این رابطه رو بتونن با جمهوری اسلامی بگیرن، به شرطی که به اصطلاح یک سری مطالباتی که آمریکایی‌ها یا غرب از ایران داشتن و جمهوری اسلامی بهش تن بده. ولی یکی از مسائل بسیار مهمی که همیشه در واقع بین جزء به اصطلاح مهمترین مسائل و خواستهای جمهوری اسلامی بوده این بوده که غرب تضمین بده که اگر ما رابطه به اصطلاح این چنینی یا این چیزی که الان شیخ حسن روحانی خواهانش است با توجه به اشکاسی اقتصادی که سراپا نظام نکبت جمهوری اسلامی گرفته، اینه که تضمین بده که در جهت سرنگونی حکومت نکبت اسلامی در واقع کوچکترین حرکتی نکنه. این یکی از به اصطلاح خواسته های نظام نکبت اسلامی است، در حینی که خواهان این هستش که غرب بخوان در شرایط اوضاع به اصطلاح بحران اقتصادی که زمینه سرنگونی این نظام فراهم هستش، غرب کمکش بکنه که به اصطلاح از این پرتگاه سقوط بتونه به اصطلاح جلوگیری بکنه از جمهوری اسلامی، که البته اون موقع رئیس جمهور آمریکا در واقع و وزیر امور خارجه‌اش گفتن که به اصطلاح این اصلا این مطالبه این که تضمین بدین در جهت چیز مسخره به اصطلاح مسخره هستش، اصلا اینجوری نیستش که ما بخوایم تضمین بدیم مثلا یک حکومت پایدار بمونه یا پایدار نمونه. پر واضح است که حالا شروع به اصطلاح اون مباحثی که بعداً جورج بوش ادامهش گرفت، خاورمیانه بزرگ و این مسائل هستش که نظام‌های غیر دموکراتیک پر واضح است که اگر مردمشون نخوان مثلا سرنگون میشن و این چیزی نیست که
ما بخوایم جلوشو بگیریم و از قبیل این نوع مسائلی که در واقع برای باجگیری و باجخواهی هر دو در واقع تلاش میکنن که هر قدر بیشتر بتونن از همدیگه به اصطلاح باجگیری و باجخواهی بکنن و در مواضع حالا اصولی یا غیر اصولی خودشون برای این باجگیری بتونن به اصطلاح پافشاری بیشتری بکنن. به طور مشخص با توجه به وضعیت و اوضاعی که در منطقه پیش اومده، با توجه به گزارشاتی که دیدبان حقوق بشر و همطور سازمانگران انرژی هسته‌ای در تو ایران نشون دادن، با توجه به اوضاعی که در عراق به طور مشخص از طریق سنی مذهبا تحت نام به اصطلاح سازمانگرش داعش به وجود اومده، خب صدامو میشنوین؟ یه دو بزنید یعنی صدام میاد. زنده باشین. مرسی، خیلی ممنون. ببخشید که پرت شدم از اتاق، افتادم بیرون، باز برگشتم. آره داشتم این چیز میگفتم که تا اینجا رسیده بودم که همچنان به اصطلاح هر دو طرف یعنی تلاش میکنن که از همدیگه بازخواهی بکنن با توجه به ضعف و در واقع اون شیب سراشیبی که زمینه سرنگونی نظام نکبت اسلامی رو فراهم کرده تا غرب بتونه حداکثر به اصطلاح امتیاز رو ازش بگیره. و به اینجا رسیدم که در واقع به نوعی این اوضاعی که در عراق به وجود اومده تحت نام به اصطلاح سازمانگر داعش به سازماندهی سنی های در منطقه پرداخته، هم جدا از همون به اصطلاح بازخواهی های بیشتر از نظام نکبت اسلامی چیزی بیشتر نیست، با توجه به اینکه میدونیم اوضاع وضعیت منطقه در واقع سمت و سوش بر علیه نظام نکبت جمهوری اسلامی در واقع عمل میکنه. حالا چرا عمل میکنه؟ اینی که ناسیونالیست های منطقه در عراق اهم از کردش، شیعش و سنیش در واقع به نوعی غیر مستقیم و مستقیم اونجور که بوش میاد در ارتباط با اوضاع عراق، حالا اینجور که بوش میاد و یه سری گزارش‌ها و نشست‌هایی رو که در واقع هم مالکی مستقیما با نظام نکبت اسلامی داشت و هم جان کری در واقع وزیر امور خارجه آمریکا با جان کری داشت و همچنین نمایندگان کرد مثل من جمله
مسعود بارزانی که تاریخاً تحت نام حزب دموکراتیک کردستان عراق روابط در واقع از قدیم هم با نظام نکبت اسلامی داشت، مسعود بارزانی هم با نظام نکبت اسلامی نشست و صحبت داشت و همچنین با جان کری توی رابطه باز اونم گفتگو و صحبت داشت. اون چیزی رو که جان کری بیشتر با مالکی مطرح کرد خواهان این بود که در واقع مالکی بتونه به اصطلاح یه ائتلافی رو با سنی ها به وجود بیاره و کماکان که از اونجایی که مالکی همیشه سرش تو آخر نظام نکبت اسلامی هستش و همونطوری که میدونیم مواضع مذهبی نظام اسلامی بر علیه دیگر به اصطلاح این نوع مذاهب من جمله مسئله سنی بودن میتونه تنشی در رابطه با سنی داخل ایران براش وجود بیاره، به اصطلاح موافقتش اعلام نکرد. در نتیجه از ائتلاف با سنی مذهب ها مالکی سرباز زد و از مخواسته‌ای که جان کری توی رابطه باهاش داشت به اصطلاح جواب منفی داد و همچنین خواسته و مطالباتی رو که مسعود بارزانی توی مصاحبه‌ای که داشت که خواهان استقلال کردستان هستش هم از نظام نکبت اسلامی جواب منفی گرفت مسعود بارزانی و همچنین از آمریکا و جان کری. ضمن اینکه خبر اگر به مصاحبات مسعود بارزانی هم گوش داده باشید بیشتر هم به صلاح خبرنگار تاکید داره روی مسئله که مسعود بارزانی به عنوان استقلال کردستان عراق ازش صحبت میکنه و خبرنگار هم مستقیم سوال داره با توجه به 4 کشور قدرتمندی که قدرتمند نسبت به استقلال کردهای کردستان عراقی، با توجه به مخالفتی که 4 به اصطلاح کشور قدرتمند در منطقه با استقلال کردستان در عراق دارن، شما چطوری میخواهید به اصطلاح مسائل استقلال کردستان رو به پیش ببرید؟ حالا یکی از مسائل در اینی که همونطوری که اون خبرنگار به درستی با مسعود بارزانی این سوال مطرح میکنه، در واقع اینا هم که رو درواسی ندارن از ترکیه و آمریکا و ایران و پرواضح است که سوریه شدیداً به اصطلاح مخالفت خودشون با تشکیل استقلال در واقع کردستان اعلام کردن و به هیچ وجه در واقع این امکان برای یعنی در واقع هیچ کدوم در واقع موافقتی ندارن چه در ارتباط با در واقع به نوعی اینجور که مثلا صفبندی سیاسی در عراق داره خودشون نشون میده و اون منطقه‌ای رو که سنی ها در دست گرفتن عملاً تا حال حاضر در واقع 3 نیرو در عراق در هر بخش در بخشی از عراق دارن در واقع حکومت میکنن و هر کدوم به اصطلاح اگر اوضاع بخواد به این منوال پیش بره این زمینه فراهم هستش که عملاً عراق تجزیه بشه، تجزیه‌ای که توی جنگ‌های به اصطلاح داخلی خودش تحت نام منطقه سنی نشین، منطقه شیعه نشین و منطقه کرد نشین در واقع این چشماندازی است که در حال حاضر اگر دیگران یا کشورهای دیگه به کمک یا حل این اوضاع در عراق حرکت نکنن، فعلا شرایط در عراق تقسیم شده بین 3 به اصطلاح جریان مستقر در عراق تحت نام سنی، شیعه و کرد در حال حاضر که این تنش ها در واقع نمیتونه اوضاع رو به ترکیه از طریق کردها، باز ایران هم از طریق کردها هم از طریق به اصطلاح وضعیت سنی ها وارد تنش در واقع اوضاع سیاسی. حالا با توجه به اون وضعیت اون چیزی که در واقع نکته این بحثی است که وظایف نیروهای یا مواضع نیروهای کار زحمت توی این اوضاع و احوال چی هست مونده. یعنی با توجه به این شرایطی که من براتون شمردم واقعیت اینه که چه باید کرد؟
من عمدتا روی این مسئله تاکید دارم، اونم از اون نگاهی که اگر دوستان رفقا یادشون باشه یه موقعی در ارتباط به اون برجای دوقلویی که در واقع منفجر شد و این نسبت دادن به القاعده و بن لادن، به نوعی در واقع اون کسانی که حالا من زیادم چیز نمی کنم، سعی میکنم کلمات محترمانه به کار بگیرم، اینکه مواضع ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی داشتن، بعد خیلی خوشحال و خندان، ضمن اینکه خوشحال و خندان بودن، از این زاویه که موضع به اصطلاح القاعده و در رأسش بن لادن بر علیه امپریالیسم آمریکا بوده، پس چه جریان و گروهی بهتر از بن لادن و القاعده مبارزه ضد امپریالیستی رو به پیش میبرن و بخشن که ما باید از این جریان در واقع دفاع بکنیم، زیرا که بزرگترین ضربه رو طول تاریخ به اصطلاح به موقعیت استراتژی امپریالیست نقص در رأسش امپریالیسم آمریکا وارد کرده، که یه بخشی از صحبت من برخواسته از همون موقع هستش و اون چیزی که در واقع برمیگرده به الان که با شما مطرح میکنم اینه که واقعا چه وظیفه، چه وضعیتی رو با توجه به کشتارهای به اصطلاح غیر انسانی که داره حالا به نوعی در ایران و به شکل علنی ترش در عراق، در سوریه، در شمال آفریقا، مصر و خود آفریقا، انسانهای بیگناهی که کوچکترین نقشی در واقع یا نفع بهتره بگم تو این بدبستونهای مرتجعینی که در واقع توده های کار و زحمت و گوشت دم توپ قرار دادن و هیچ نفعی در واقع برای این طبقه کار و زحمت نداره، مواضع و وظایف این طبقه در قبال این وحشیگری های در واقع ارتجاعی قرون وسطایی که هر روزه نیروهای جدید ارتجاعی عقب افتاده ای رو به زعم من از آستین سرمایه جهانی امپریالیستا در رأسش امپریالیسم آمریکا در میاد بیرون و هر گوشه از جهان همونطور که شاهدش هستید به خاک و خون میکشونه در جهت حفظ منافع ارتجاعی دراز مدت خودش. اوضاع چی هست؟ چه باید کرد؟ در واقع مواضع طبقه کارگر و مواضع نیروهای طبقه کار و زحمت در مقابله با این وحشیگری و آدمکشی هایی که مرتجعین داخلی و مرتجعین جهانی به راه انداختن واقعا چی است؟ چه باید بکن؟ من این رو نگاهو دارم، ضمن که اصلا هیچ ادعایی هم ندارم و تلاشم بر این هستش که با کمک شما و رفقام در اتاق هر کدوم گوشه ای از به اصطلاح مسائل رو بگیریم و واقعا ببینیم که چه مواضعی رو باید گرفت. آیا ما باید به تحت نام مثلا استقلال کردستان عراق به دنبال ناسیونالیستا و مرتجعین بیفتیم؟ آیا قرار جنایات و آدمکشی هایی رو که مالکی تحت نام شیعه به کمک ارتجاعین منطقه و مرتجعین جهانی بعد از سرنگونی صدام حسین تا به امروز که بی‌حقوقی و بیکاری و جنگ داخلی و آدمکشی و بمبگذاری و هزاران حرکت‌های غیر انسانی دیگر به دنبال این باشین تحت نام شیعه بودن؟ یا فرض بگیریم جریان تازه پای گرفته‌ای تحت نام داعش که همچنان تازه هم نیست به کشتار جوانهای بیگناهی رو تحت نام شیعه بودن یا فرض بگیریم کرد بودن یا هر اسم دیگه ای رو دارن قتل عام میکنن و علنا شاهدش هستید یا اجالتا از مدینه‌های جهانی گزارشات غیر انسانی اینا رو می‌بینید، واقعا چه باید کرد؟ و وظایف و مواضع نیروی کار و زحمت و طبقه کارگر در رأسش تو همچین اوضاعی چی باید باشه؟
ضمن که تاکید باید بکنم که من اصلا قصدم این نیست که مواضع طبقه کارگر یا در واقع وظایف نیروهای کار زحمت تعیین بکنم، جز یه بحثی روست که علاقمندم بیشتر جوابشو از خودتون بشنوم به عنوان باز کننده بحث در میون شما باشم. من شخصا خودم اینطور فکر میکنم و همیشه واقعیتشو بخواین که واقعیت امر این زمانی که گیر میکنم که واقعا توی اوضاع شرایطی قرار میگیرم که مثلا فرض بگیریم که آیا حرکت بن لادن و القاعده بر علیه برج‌های دوقلو آیا حرکتی ضد امپریالیستی است و من چه مواضعی رو به عنوان یک کارگر یا به عنوان مدافع به اصطلاح طبقه کارگر به عنوان یک نیروی کمونیست چه وظایفی رو دارم توی مسئله توی همچین موقعیت داشته باشم. یا واقعا نیروهای کار و زحمت طبقه کارگر در ایران و در عراق که شاهد این همه بی‌حقوقی و بی‌حرمتی انسانیت هستند در مقابل مثلا شکلگیری جریانی تحت نام داعش چه باید باشه؟ من میگم اونجایی که نیروهای انقلابی، نیروهای کار و زحمت، طبقه کارگر واقعا دارای اون نیرو و اون توان نیست که مستقیما دخالت داشته باشه در جهت تغییر وضعیت و اوضاع غیر انسانی که مرتجعین بر علیه این مردم و این طبقه دارن تحمیل میکنن، این توان و قدرت رو اگر نداره نباید از مواضع یا موقعیت مثلا فرض بگیریم کردهای ناسیونالیسم تحت رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی یا سنی هایی که تحت نام داعش به باشخواهی یا به دادخواهی یا هر چیز دیگه بر علیه شیعیان تحت نام مالکی مرتجعین در منطقه و در رأس هدایت کننده این قضایا مرتجعین جهانی و همچنان که هر اوضاع تغییر تحول در منطقه میتونه بر علیه نظام نکبت سرمایه اسلامی هم در واقع عمل بکنه، اگر توان دخالتگری و تغییر این خط و خطوط نداره اجالتا باید در کنار بایستن و حرکت و جنایاتی رو که مرتجعین تحت این نامهایی که براتون شمردم مرتکب میشن به افشاگری این حرکت‌های ارتجاعی در منطقه بپردازن، در واقع افشا بکنن و نقش خودشونو که هیچ نفعی در این وضعیتی که به وجود اومده اینا ندارن اینو محکوم بکنن. در وهله اول مواضع در واقع طبقه کارگر و موقعیت نیروهای کار و زحمت باید در مقابله با این مرتجعین این باشن: یک، جنگ و تحت هر نامی باید محکوم بکنن، برای اینکه جنگ گلوله های دم توپ این تشکیل دهندش فقط نیروهای کار و زحمت هستند. جنگ خرابی های و ویرانی هایی رو به بار میاره که ترمیم کننده و تأمین کننده به اصطلاح بازسازیش به روی دوش طبقه کارگر و بخش کار نیروهای کار و زحمت قرار میگیره و اوضاع اقتصادی و ناامنی و هر وضعیتی دیگه بر علیه این طبقه تمام میشه و این طبقه مخصوصا نیروهای کار و زحمت باید بدونن و به خوبی هم میدونن که فقط یه جنگو اینا قبول دارن و فقط از یه جنگ حمایت میکنن و فقط در یه جنگ شرکت میکنن و تاریخاً هم نشون داده شدن در چه جنگی باید دخالت داشته باشن که این اوضاع رو به نفع اینها و بر علیه جریانات مرتجع داخلی و مرتجعین جهانی و داخلی بتونه عمل بکنه. اون هم انقلابه. مواضع طبقه کارگر کاملا در اوضاع و وضعیتی که ارتجاعین جهانی
و داخلی به راه میندازن، از آفریقا و آسیا تا کشورهای همجوار و وضعیتی رو که داریم میبینیم تا اروپا، از یوگسلاوی تا اوکراین دنبال بکنیم مسائل و این وضعیت رو. طبق کارگر نیروی کار و زحمت فقط در یک جبهه سازماندهی میشه و در یک جبهه متشکل میشه و در یک جنگ شرکت میکنه. اون جنگی که تحت نام انقلاب اوضاع رو به نفعش تغییر میده. من فکر میکنم که اینطور باید باشه. مواضعی که در واقع نیروی طبقه کارگر توی این اوضاع یا طبقه نیروی تشکیل دهنده کار و زحمت در این وضعیت که توان به اصطلاح دخالتگری در وضعیت فعلی رو نداره، این که یک به افشاگری این وضعیت بپردازه، دو محکوم بکنه این جنگو، و سه پر واضح هستش که باید به اصطلاح تلاش بکنه که به اصطلاح اون موقع طبقاتی و این طبقه به اصطلاح که بهش تعلق داره رو به سازماندهی و به اصطلاح به عنوان یک نیروی عمده در مقابل با شرایط اسفبار غیر انسانی که براش به وجود اومده بتونه در واقع مبارزه بکنه. جز این به حمایت از هر بخش از جریان و گروه های مرتجعی که بخواد بپردازه، همچنان بر ضررش و گوشت دم توپ جریانات مرتجع خواهد بود و هیچ نفعی در این اوضاع و احوالی که در مجموع در شرایط منطقه، مخصوصا وضعیت ایران که این اوضاعی که به وجود اومده بی تأثیر نیست. در هر صورت همه جریانات و همه کشورها رو کماکان که یک سری از کشورها عملا مثلا فرض بگیریم در مورد استقلال کردستان عراق موضع گرفتن و پر واضح و روشنه که اگر مخالفت به اصطلاح کشورهای ترکیه و ایران در رابطه استقلال کردستان و همچنین ارتجاع جهانی، هیچ شانسی حتی اون کسانی که مدعی دفاع از استقلال کردستانن کوچکترین شانسی داریم. فقط یک اوضاع، فقط یک شرایط، فقط یک طبقه آگاه مسلح به دانش طبقاتی است که میتونه از توی همچین شرایط یا اوضاع به پا بخیزه و در جهت تغییر این وضعیت و مناسبات غیر انسانی به نفع بشریت و به نفع طبقش و در جهت به اصطلاح جلوگیری از کشتارهای غیر انسانی و بربریت منشانه‌ای که در منطقه رخ میده جلوگیری بکنه و پرچم ظفرمند انسانی رو همچنان در دستش برافراشته نگه داره. اون طبقه کارگر، اون طبقه کار و زحمت در جهت منافع طبقاتی خودش، این طبقه میتونه کار انجام بده. زنده باشید عزیزان. گوش دادید. گوش میدم به صحبتاتون. علاقمندم با توجه به اینکه رفقا دست بلند کردن به صحبت‌ها گوش بدم. امید بر این دارم که امشب با کمک شما رفقا، دوستان عزیز، به تحلیل از این وضعیتی که ایران و منطقه‌ای که شامل به اصطلاح اوضاع تغییر و تحولات سیاسی تو منطقه در ایران هم خواهد بود و مواضع طبقه کارگر یا به زعم من طبقه کار و زحمت در رابطه با این اوضاع چی هست و بتونیم به هم روشن. پایدار باشید، گل باشین، زنده باشید. من میکروفون رو براتون برمیگردونم، به صحبتاتون گوش میدم. اجازه بدیم دقیقه.
خیلی خوب. من میکو روژ عزیزم، همه رفقا، همه دوستان، سپاس از خودتون، پایدار باشید. من آمدم که میکو برگردونم، میک در اختیارتون. بازم ممنون از اینکه گوش دادید و ممنونم از اینکه به بحث میپردازید و در این رهگذر کمک میکنید تا من هم اندوخته های فکریمو از گفته های شما بیشتر بکنم. میک براتون پایدار باشید. رفیق الی جان عزیز خسته نباشی از بحثی که ارائه دادی. ببینید رفقا، من اول به چند تا سوالی که شده بود از اتاق یکم جواب بدم. رفقای عزیز، رفیقمان الی جان بحث خودش را از دیدگاه خودش ارائه داد. هر کدوم از رفقا که با بحث موافقن یا مخالفن میتونن وقت بگیرن و بحث خودشان رو ارائه بدن. من شخصا در رابطه با بحثی که رفیق الی جان کرد، نتیجه گیری رفیق الی جان را قبول دارم. مقدماتش رو راجع بهش صحبت دارم که وقت گرفتم، چون خودم وقت گرفتم. رفیق الی جان، رفیق ساسان، اگر برای من 10-15 دقیقه وقت در نظر بگیرید ممنون میشم. اگر به حساب صحبت کردم به من تذکر رو بدید. ببینید رفقا، من اولا با کلمه نظام نکبت اسلامی موافق نیستم. یه دولت جمهوری اسلامی سرمایه به نظر من حاکمه با ایدئولوژی اسلامی. حالا رفیق الی جان هم حتمی این بیان رو داره، ولی خب هر کدوم با بیان خودش، چون اتاق کاملا بازه برای هر کی که میخواد صحبت کنه. من بحث انرژی هسته‌ای، دعوا و جنگ و جدال و آیا جنگ میشه یا جنگ نمیشه به حساب در رابطه با جمهوری اسلامی و امپریالیست امریکا، همونطور که در بحث‌های پیشم گفتم، من اصلا به مسئله اینطوری نگاه نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم که به حساب یه تضاد اونچنانی بین جمهوری اسلامی و دولت‌های امپریالیستی مقتولاً غرب موجود هست و اینا حتی جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن یا جنگی با جمهوری اسلامی خواهند داشت. من به این باور دارم که همونطور که در بحث قبلی هم ارائه دادم، در بحث 22 هفته قبل، من بر این باورم که انقلاب ایران یک انقلاب ضد امپریالیستی، ضد سرمایه بود و اون انقلاب را به نام ضد امپریالیستی رژیم جمهوری اسلامی باید خفه میکردن و تونستن خفه کنن و جمهوری اسلامی یه دفعه‌ای شد ضد امپریالیستی امریکا، یا امریکا ضد جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی که خود امریکا سر کار آورده بود. اینه که من بازخواهی و به حساب این چیزها رو در رابطه با جمهوری اسلامی درست نمیبینم. من مسئله رو بیشتر در رابطه با این میبینم که آیا شرایط حاضر برای اعلام علنی رابطه جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری غرب در رابطه با طبقه کارگر ایران مهیا است یا نه؟ چون من از اول به حساب بر این اساس حرکت میکنم که این به حساب
جنگ به حساب این چنینی که به حساب اعلام میشه، این بر اساس شکست طبقه کارگر و راضی کردن طبقه کارگر به این که دوباره تن بده به یه دولت آشکارا تحت سلطه سرمایه جهانی. من داعش را یه سلول امپریالیستی میدونم. درسته رو همیشه به حساب هست که سرمایه‌دارها به حساب مخصوصا سرمایه‌دارهای جهانی رو به قول نارضایتی های توده ها سرمایه گذاری میکنن، از نارضایتی های توده ها سوء استفاده میکنن. ولی داعش سیاست آمریکا پشت سرشه و داعش بر علیه جمهوری اسلامی نیست، بلکه داعش به نظر من، حالا نظرها متفاوته، داعش بیشتر رول محلل بین جمهوری اسلامی و امپریالیست آمریکا رو میخواد بازی کنه. اینه که به حساب من اینطوری به حساب مسئله رو میبینم. در رابطه با سوالی که یکی از رفقا کرده بود که طبقه کارگری که نمیتونه دستمزدش بگیره آیا میتونه با داعش بجنگه؟ اتفاقا تا وقتی که طبقه کارگر به نظر من استراتژی جنگ با سرمایه را اعلام نکنه، حتی نمیتونه دستمزدش میگیره. طبقه کارگر تا وقتی که به حالت به حساب دفاعی، حالت تعرضی، سیاست تعرضی را طبقه کارگر، استراتژی تعرضی را طبقه کارگر اتخاذ نکرده، دستمزد طبقه کارگر رو بهش نمیدن. این اتفاقا یک استراتژی به حساب امپریالیستیه. ولی اگر طبقه کارگر، اگر کارگران به قول آگاه بیان راجع به این صحبت کنن که چطوری میتونیم سازمان طبقاتی خودمان را با وجود بیاریم، به عنوان یک طبقه در برابر یک طبقه دیگر قدم کنیم، اگر یک مبارزه جدی سیاسی طبقاتی برای سرنگونی نظم موجود را طبقه کارگر اعلام کنه، اگر طبقه کارگر مبارزه علنی صرف را ترک بکنه و فعالینش یک مبارزه غیر علنی، یک مبارزه مخفی برای به وجود آوردن سازمان انقلابی طبقه کارگر در پیش بگیرن، اون وقت بورژوازی تکلیف خودش را میدونن. در همیشه در سطح جهانی هم اینطوری بوده. بورژوازی با خواهش تمنا به طبقه کارگر دستمزدش، حتی دستمزدش هم بهش نمیده، حتی بخور نمیرم بهش نمیده. این یه چیزیه که آره باید طبقه کارگر، اتفاقا طبقه کارگر باید بتونه اعلام انقلاب بکنه، باید استراتژی انقلاب اعلام کنه، انقلاب ضد سرمایه، دولت را به عنوان ارگان طبقه سرمایه مطرح کنه که میخوام سرنگونش کنم. چگونه میتونم سرنگون کنم؟ اون وقت بره ببینن که چگونه میتونن سرنگون کنم. طبقه کارگر
با سندیکا و با اتحادیه یه صرف نمیتونن، نه اینکه اونا لازم نیستن، اونا لازمن ولی اونا کافی نیستن، اونا ضروری هن، ناکافی هن. طبقه کارگر باید یک مبارزه سیاسی برای سرنگونی دولت بورژوازی به عنوان دولت طبقه سرمایه‌دار را اعلام کنه. باید سازمان اون را به وجود بیاره، باید ستاد جنگش را به وجود بیاره، جنگ طبقاتی. اینه که طبقه کارگر من نمیخوام راجع به شرایط کنونی، خب شرایط کنونی را همه داریم میبینیم که سرمایه در سطح جهانی در بحران است، سرمایه داره بلوک‌های مختلفی در سرمایه به وجود میاد، بلوک بریسک مال غرب که هست که داره بانک خودش هم به وجود میاره، بلوک دیگری داره شکل میگیره، بلوک 70 به اضافه چینه که همون کشورهای غیر متحد زمان قدیمن. این به حساب من گفتم صادق جان طبقه کارگر چطوری میتونه، طبقه کارگر باید که مبارزه غیر علنی، مبارزه مخفی را فعالینش در پیش بگیرن، کمیته ها، نهادهای مخفی به وجود بیارن، سلول های مخفی به وجود بیارن. از پیوستن این سلول ها هست که میتونن حزب خودشان را به نظر من به وجود بیارن. حالا این که در محل چطوری به حساب اینا تشکیل میابن، چطوری به حساب میشه این حزبم، حزبی که از فعالین طبقه به وجود میاد نه از طبقات دیگر. این به حساب چیز کلی من راجع به طبقه کارگره. من توجه شما را به دو نوشته از مارکس در این رابطه جلب میکنم و بعدم میگاه در اختیار رفقای دیگر میذارم. این نوشته هایم از اسناد انترناسیونال اول هست. مبارزات اقتصادی و مبارزات سیاسی. 1. طبیعتاً هدف نهایی جنبش سیاسی طبقه کارگر تصرف قدرت سیاسی است و طبیعتاً برای این منظور سازمانی از طبقه کارگر که دارای درجه از انکشاف قبلی بوده و در جریان خود مبارزات اقتصادی تشکیل شده و رشد یافته است ضروری می باشد. اما از طرف دیگر هر جنبشی که در آن طبقه کارگر به عنوان طبقه به مخالفت با طبقه حاکم برمیخیزد و میکوشد اونها را به وسیله فشاری که از خارج تحت سلطه خود درآورد جنبشی سیاسی است. مثلا کوشش برای به چنگ آوردن کاهش زمان کار از سرمایه‌داران منفرد در یک کارگاه یا فقط در یکی از شاخه‌های صنایع به وسیله اعتصاب و نظایران جنبشی صرفاً اقتصادی است. در مقابل جنبش به منظور به دست آوردن قانون 8 ساعت کار و نظایران جنبشی سیاسی است و به این ترتیب است که از همه جنبش‌های اقتصادی منفرد کارگران در همه جا جنبشی سیاسی پدید می‌آید. یعنی جنبش طبقه به منظور پیروزگرداندن منافع خیش در شکلی عمومی و در شکلی که دارای نیروی الزام اجتماعی عام میباشد. اگرچه این جنبش‌ها به وجود یک سازمان قبلی نیاز دارند، محاذا به نوبه خود وسایل انکشاف چنین سازمانی میباشند. در اون جایی که هنوز طبقه کارگر به درجه کافی سازمانی دست نیافته تا بتواند علیه قهر دست جمعی یعنی اقتدار سیاسی طبقات حاکم به مبارزه قاطع بپردازد، در هر حال باید با کار تهییجی پیاپی علیه شیوه برخورد سیاسی دشمنانه طبقات حاکم نسبت به ما این طبقه را با
اون درجه سازمانی ارتقا داد. در غیر این صورت طبقه کارگر به صورت آلت دست طبقات حاکم باقی خواهند بود. تلخیص از نامه مارکس به فیولت مورخ 23 فوریه 1871. 2. با توجه به اینکه پرولتاریا به عنوان طبقه فقط در صورتی میتواند علیه قهر دست جمعی طبقات مالک وارد عمل شود که در حزب سیاسی مجزای خیش در تخالف با همه اشکال قدیمی اعضاب طبقات مالک متشکل گردد، با توجه به اینکه تشکل پرولتاریا در حزب سیاسیش برای تضمین پیروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهایی نابودی طبقات ضروری است، با توجه به اینکه باید وحدت نیروهای طبقه کارگر که از قبل در مبارزات اقتصادی تحقق یافته به عنوان اهرم توده های این طبقه در مبارزه علیه اقتدار سیاسی استثمار کنندگان به کار آید، کنفرانس به اعضای انترناسیونال خاطر نشان می‌سازد که در جریان مبارزه طبقه کارگر فعالیت اقتصادی و فعالیت سیاسی این طبقه به طرزی ناگسستنی با هم پیوند دارند. تلخیص از قطعنامه کنفرانس لندن انجمن بین‌المللی کارگران انترناسیونال سپتامبر 1871 به نقل از همون مؤخذ اسناد انترناسیونال اول. اینکه رفقا در شرایطی ما قرار گرفتیم که هر گونه تغییر در نظم موجود مستلزم اینه که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه وارد کارزار شود و اگر نه طبقه حاکمه هیچ گونه خاص طبقه کارگر را نخواهد داد، چه در ایران چه در منطقه خاورمیانه که میبینیم آتش داره میباره. نه فقط ایران، عراق را ببینید، سوریه را ببینید، فلسطین را ببینید که بچه های به قول قنداق هم رحم نمی کنند. اوکراین را ببینید، لیبی را ببینید، مالی را ببینید، امریکای لاتین را ببینید. همه جا سرمایه، اون بربریت سرمایه داری میبینه که جاری هست. اون تباهش متمدن سرمایه داری میبینیم که جاری هست و این رو فقط با انقلاب طبقه کارگر میشه. طبقه کارگری که سازمان یافته، طبقه کارگر که منافع خودشا در مقابل منافع برجوازی خودی، برجوازی خارجی، برجوازی امپریالیستی، برجوازی مرتجع اسلامی، هر زهرماری که به حساب باشه منافع خودشا شناخته، این طبقه و با این انقلاب هست که میتونه جواب بده. مرسی، من وقتم پایان یافت. میکا در اختیار علی رموزی عزیز میذارم تا به صحبتاش گوش کنیم 10 تا 15 دقیقه. مرسی رفقا، مرسی حمید جان، مرسی ایلی جان، خسته نباشید. راستش فکر کنم بحث یک کمی چیزه، یک کمی بازه. من فکر کنم اگه در مشخص کنیم که روی چه قسمتی میخوایم حرف بزنیم شاید به نتیجه بهتری برسیم. اینکه مواضع مثلا طبقه کارگر چیه در رابطه با مثلا مسائل عراق یه بحثیه. اینکه مواضع طبقه کارگر شاید چی باشه در رابطه با وضعیت ایران و وضعیت خودش یه بحث جداییه. و کلا وظایف کارگر به نظر من بستگی داره به اینکه به هر حال قدرت طبقه کارگر چقدر باشه، نیرو چقدر باشه، تشکلش چقدره و چه انتظاری از طبقه کارگر میشه داشت. من به هر حال اگه به مسئله عراق بپردازیم، راستش شخصا انتظار چندانی از طبقه کارگر عراق ندارم. یعنی طبقه کارگری که هیچ تشکلی نداره، طبقه کارگری که امنیت جانی نداره، طبقه کارگری که حزب نداره، تشکیلات چپ قدرتمندی نداره،
طبقه کارگری که درگیر جنگ مذهبی در بین شیعه و سنی، طبقه کارگری که فردا که وقتی میره سر کار گارنتی و تضمین این نمیشه که زنده برگرده خونش. راستش از این طبقه کارگر ما انتظار انقلاب داشته باشیم و انتظار جنگ داشته باشیم، انتظار اینو داشته باشیم که اینا بخوان وظیفهشون اینه که تغییر و تحولی انجام بدن، به نظر من غیر منطقیه. و به هر حال شاید بحثا همش یعنی تو هوا بمونه، بحث صرف چه میدونم تئوریکی باشه که قابل پرکتیک نباشه. این وضعیت واقعی به هر حال طبقه کارگر عراق. در رابطه با طبقه کارگر ایران یعنی این موضوع هم صدق میکنه. شما باید به هر حال شناخت درستی از طبقه کارگر داشته باشی، شناخت درستی از نیرو و توانش، شناخت درستی از چگونگیش، از اختلافاتش، شناخت چه میدونم دقیق تری از گرایشات جنبش کارگری. آره دیگه صادق جان، یعنی شما باید اینا رو به هر حال دقیق بدونی. بعداً بر اساس این ارزیابی شداری از طبقه کارگر، خب اون وقت مثلا میشه مثل آقای حمید اگر ارزیابی به این نتیجه برسه که طبقه کارگر باید مثلا اعلان جنگ کنه به سرمایه داری، خب یه بررسی میکنی طبقه کارگر اصلا وضعیت جوریه که اعلان جنگ کنه به سرمایه داری. طبقه کارگر با گرایشات مختلف و متفاوتی که داره، با چه میدونم نبود تشکل‌های خودش، با نبود چه میدونم وضعیت نرمال زندگی، با زندانی کردن اکثر رهبرا و کسایی که تلاش میکنن برای به هر حال بهبود وضعیت طبقه کارگر، آیا انتظار شما از این طبقه کارگر چی میشه؟ به رسمیت بشناسیم که طبقه کارگر، رهبران طبقه کارگری به هر حال دارای گرایشات مختلفی هستند. طبقه کارگر ایران، رهبران کارگری ایران هر کدوم به جناح‌ها و تشکیلات‌های یا به تفکرها و خطهای باورمندن، علی رغم اینکه ممکنه بیژن بعدا میخونم، من این سوادم اینقدر زیاد نیست هم بخونم و هم توضیح بدم، چشم بعدا میخونم توضیح میدم برام. طبقه کارگری، رهبران طبقه کارگری ایران راستش هر کدوم وابسته به جناحایی هستن، علی رغم اینکه ممکنه علنا عضو نباشن، علی رغم اینکه ممکنه مثلا سمپات و فعال سازمان و جریاناتی نباشن، ولی تفکرهایی دارن که به هر حال به این احزاب نزدیکه. اختلاف دارن رهبران طبقه کارگر ایران با هم دیگه، رهبران عملیشون سوسیالیستا، و در نتیجه قبل از اینکه به نظر من به مسئله جنگ و به مسئله درگیری و به مسئله حمله به مواضع سرمایه‌داری بپردازیم، باید سعی کنیم یه مکانیزمایی درست بشه که بتونه طبقه کارگر رو علی رغم گرایشات مختلفش، علی رغم تفکرات و تاکتیکا و استراتژی‌های متفاوتی که دارن، بتونن اینا رو با هم متحد کنن که بتونن کارهای متحدانه انجام بدن در رابطه با همین جمهوری اسلامی. یعنی عملا وقتی طبقه کارگر نیرو شدی، وقتی فهمید و تجربه کرد که مثلا با اعتصابات عظیمش، با چه می‌دونم تحصن‌ها و فراخوان‌های بزرگش میتونه عقب نشینی کنه به یه حکومت سرمایه‌داری، اون موقع است که شما میتونی مثلا درخواست‌های بیشتری یا چه میدونم اهداف بیشتری رو جلوی طبقه کارگر ایران بذاری. من اینجور فکر میکنم، به هر حال فکر میکنم این منطقی تره، این عملی تره، و به هر حال انتظار ما باید از کلا طبقه کارگر
معلوم باشه، مگه این که به هر حال تفکر این باشه که شما احساس کنید که من فکر نمی کنم دوستان اینجورن، احساس کنن که به هر حال ما حزبمون، جریانمون، تفکری که داریم ما شروع به کار میکنیم و در طبقه کارگرم اتوماتیک به هر حال به دنبال ما را میفته. بحثی که بیشتر شد در این رابطه در مورد بحث ایلیجان در مورد کردستان عراق و به هر حال عراق بود. دو دو نوع تفکر فعلا موجود، سه نوع، به نظر من سه نوع تفکر موجوده در داخل چپ ها. حالا چپ همش، بعضی ها کلا مخالف اینن که چی میدونم این مسئله جداسازی از کردها از عراق انجام بشه. بعضی ها به هر حال همینجوری برای اینکه از قافله عقب نمونن بحثی کردن و علنا بدون در نظر گرفتن وضعیت سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی مردم کردستان عملا به هر حال بحث استقلال رو پیش کشیدن که آره مثلا مردم کردستان حق خودشونه که مستقل بشن بدون اینکه بحثی در رابطه با ملزومات این کار کرده باشن. تعدادی چپ دیگه هستن، به هر حال من خودم جز به اونا هستم که معتقدم به حق تعیین سرنوشت تا جدایی، ولی خب برای این کار به نظر من باید یه ملزوماتی باشه، یه کارهایی شده باشه. اینجور نیست که من ارادی مثلا از بالای سر این مردم بگم من استقلال میخوام و پیش برم به سوی استقلال. من چند بار در رابطه با وضعیت کردستان حرف زدم. به هر حال شخصا از نظر خودم علی رغم این که معتقدم استقلال کردستان کمک میکنه به طبقه کارگر کردستان در رابطه با وضعیت الان عراق، ولی خب توهمی ندارم به این که فعلا متاسفانه هیچ ملزوماتی، هیچ کاری برای این استقلال نشده. 20 سال احزاب کردی در کردستان عراق قدرت دارن، پول دارن، امکانات دارن، ولی هیچ کاری برای اینکه به کردستان مستقل اعلام کنن نشده. یعنی اصلا دلیل این بوده که اینا اصلا ناسیونالیست ها معتقد نیستن به حق تعیین سرنوشت. ناسیونالیست ها یا احزاب ناسیونالیستی معتقد نیستن به جدایی کرد و ملت کرد و ملت عرب و آذری و اینا. در نتیجه وظیفه خودشون رو نمیدونن که برای این ملزومات کار بشه، حتی موقعی که قدرت دارن، حتی موقعی که پول دارن، حتی موقعی که امکانات دارن. اینی که احزاب کردستان عراق، مسعود بارزانی و اینا بحث استقلال کردستان رو پیش میکشن، باشه همینجا بحث استقلال کردستان رو پیش میکشن، دلیلش اینه اولا آلترناتیو دیگری براشون نمونده. اینا تمام تلاش خودشون رو کردن که با حکومت مرکزی کنار بیان، ولی خب حکومت مرکزی نمیخواد. عملا به هر حال این حق الان توضیح میدم به هر حال عملا حکومت مرکزی نمیخواد و به دلیل اینکه خود احزاب کردی نتوانستند جوابگوی نیازهای اقتصادی اجتماعی این مردم رو بدن، به هر حال شعار و آمال حق تعیین سرنوشت چیزی که به هر حال الان در میان مردم هست و بیشتر شده و قبلا هم وجود داشت. ملزومات اقتصادی راستش اینه که اینا هیچ کارخونه، هیچ ابزار تولیدی در این 20 سال به هر حال سعی نکردن در کردستان پیاده کنن. هیچ کاری برای مکانیزه کردن کشاورزی کردستان انجام نداد. هیچ کاری برای این که به هر حال اگه این جامعه کردستان روزی از طرف حکومت‌های مرکزی دور و بر به هر حال تحریم بشه و این مردم از گشنگی نمیرن، اینا کاری انجام نداد. منظور کلا اینه پایزن به کردستان مثلا هیچ راه دریایی نداره. یعنی شما اگه مثلا مشکل داشته باشی با ترکیه یا با ایران، کردستان یه جامعه تک محصولیه، نمیتونه، یعنی اگه نفتشون نفروشه دیگه مردم هیچی ندارن، هیچ امکانی ندارن
پولی ندارن، در نتیجه همگی به هر حال از گرسنگی میمیرن. بحث سر این وقتی بحث ما میگیم ملزومات، اینا به هر حال باید قبلا کار میشد براش. الان هم دیر نشده، یعنی شما باید قبل هر چیزی اولا توی فراخانی که میدی مردم باش همینجان باشه از ایران تمام میکنم، مردم به هر حال عملا شرکت کنن در این پروسه و اگر مردم خودشون شرکت کردن به هر حال یه مشکلاتی در این رابطه براشون پیش بیاد، قطعا اینا خودشون در برابرش خواهند ایستاد و مقاومت خواهد کرد. بحث کلی مینه دوستان، اینی که به هر حال یه چیز کلی، این که طبقه کارگر باید متحد بشه، طبقه کارگر باید بر علیه سرمایه‌داری بجنگه، طبقه کارگر نمیدونم تو این جنگ جای نداره، اینا به نظر من بحثای کلی است. ببخشید ولی کلا واقعی نیست در داخل جامعه. من موقعیت طبقه کارگر رو باید شناخت و بر اساس اون میشه وظیفه برای کارگر تعیین کرد که چیکار کنه و چیکار نکنه. شخصا فکر میکنم نه در ایران و نه در عراق طبقه کارگر این ظرفیت رو فعلا نداره. متاسفانه خیلی دوست داشتم اینو داره، متاسفانه ظرفیت رو نداره که به جنگ با سرمایه‌داری بره با اسلحه. تلاش ما باید این باشه، همه ما، همه جریانات چپ، تفکرات چپ که میدونم، همه که بدونیم طبقه کارگر رو متحد کنیم برای مبارزات متحد بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه برای زندگی بهتر، برای رفاه، برای امکانات، برای حقوق از دست داده، برای ساعت کار کمتر، تحمیل تشکل‌های خودمون به حکومت. اینا به هر حال راهایی که اولویت داره برای ما. بعداً شما میتونید به هر حال قدم‌های بیشتری بردارید. شخصا نمیدونم، فکر کنم طبقه کارگری که پول 12 ماه حقوقش رو نگرفته، راستش الان تمام میکنم، راستش برای اون مهم اینه که به هر حال یه حقوقی بگیره، آره زن و بچه‌شو به هر حال سیر کنه، قرضاشو بده به چه میدونم بقال محله، به مردم، و فرصت نفس کشیدن پیدا کنه که بتونه فرصت داشته باشه فکر کنه به این که به هر حال یه استراتژی در آینده یا تاکتیکایی داشته باشه برای مبارزه. خیلی ممنون از شما، بفرمایید میکروفون. مرسی علی رموزی عزیز. رفقای عزیز، من برای اینکه شما بتونید جنبندی تان را بکنید و آخر به حساب دستوچه نشید، وقتی 4 دقیقه میمانه وقتا میزنم که آگاه بشید. آرتای عزیز، رفیق عزیز آرتا، میگ در اختیار شماست. خب با درود و سلام به رفقای عزیز. خوب هستین؟ خسته نباشید. بعدش در مورد وظایف طبقه کارگر خواستیم صحبت کنیم. البته رفقا تا اینجا بحثای خوبی کردن، قدم به قدم در واقع هر کسی بخشی از بحث رو روشن کرد. به خصوص سخنران عزیز رفیقمون ایلی جان بحث خوبی رو شروع کرده. امروز طبقه کارگر در بحران جهانی چه وظایفی داره، به نکاتی که اشاره کرد بسیار این نکات خیلی حساس هستند. واقعا شرایط ایران به خصوص
این بحران رو بیشتر میطلبه که چه بکنه، چگونه با این بحرانی که بخصوص تو خاورمیانه پیش اومده بعد از این بهار عربی، در واقع بگیم جهنم عربی بهتره تا بهار عربی، جهنم سازی کردن، جهنمی ساختن از اون بهار که فکر نکنن در جنگ‌های صلیبی همچین بلایی سر مردم نیاورده بودن که این بهار عربی رو به این شکل درش آورده. ببینید چی شده، اصلا همین بلا رو حالا میخوان سر ایران بیارن، همین بلا رو میخوان در واقع سر طبقه کارگر جهان، تمام طبقه کارگر دونه بدونش برای همه نقشه کشیدن. من بحث رو یه خورده برعکس میکنم، میخوام بگم که سرمایه بحران نداره، این طبقه کارگره که بحران داره. سرمایه داره با قدرت پیش میره، در دورترین نقاط دنیا حساب بکنیم سرمایه تونسته با قدرت تمام و با شدت تمام کارش رو انجام بده و طبقه کارگر اونجا رو از هم منفصل کنه و سلطه خودش رو در اونجا حاکم کنه. این کجاش بحرانه؟ این کجاش ضعف سرمایه داریه؟ اینها با وحشیگری دارن تمام نیروی کار رو به خدمت میگیرن با حالا 1001 دسیسه و فریب و حقه بازی دارن این کار رو انجام میدن. قدم به قدم پیش رفتن، حتی دولت‌های دست نشانده خودشون رو که بخشی در کشور مثلا به قول اونا کشورهای عقب مونده هست اونها رو به خدمت میگیرن، سربازهای یا گوشت دم توپ حمله های خودشون رو از اونجاها انتخاب میکنن. ما میبینیم الان جمهوری اسلامی دقیقاً آلت دست نیروهای امپریالیسته. از این ور میاد توی سوریه خدمت میکنه که حافظ اسد نپاچه، از اون ور تو عراق تمام سیاست آمریکا رو پیش میبره، از اون ور همینطور تو افغانستان، تو پاکستان همینطور، همه اینجاها خدمت خودش رو انجام داده. و حالا برای اینی که همونطوری که نفت مثلا ثروت‌های طبیعی اون منطقه رو میبرن، برای اینی که پولی که در ازایش پرداخت میکنن رو هم در واقع از اونا پس بگیرن، جنگ منطقه را میندازن، از عربستان پولاشون رو پس میگیرن، از ایران پولاشون رو پس میگیرن، از عراق پولا رو پس میگیرن. یعنی هر جا هر چقدر پول در ازای اون نفت دادن 10 برابر ازشون پس میگیرن، میگن اومدیم برات جنگیدیم. این وظیفه رو یعنی چند برابر برای ما روشن و واضح و مبرهن میکنه که طبقه کارگر کی میخواد پس برای کسب قدرت سیاسی خودش اقدام بکنه. دیدم اون رفیق توی تکست نوشت که طبقه کارگر الان که حقوقش رو نمیتونه بگیره میتونه با داعش بجنگه. و شما بگو داعش داره میاد به اصطلاح شیعه رو بکشه، خود طبقه کارگر رو هم اونجا به میبره. داعش داره میاد فعلا عراق رو تسخیر کنه، بعد میاد ایران رو تسخیر کنه، میره که افغانستان و تمام خلافت خودش رو بر همه جا حاکم کنه. خب طبقه کارگر باید بجنبه، اگر میخواد از بین نره فقط برای نونش فکر بکنه خب باید بجنبه. الان که هنوز داعش نیومده خودش رو سازماندهی کنه که بتونه با اون مقابله کنه. حداقل اگر صرفا در رابطه با داعش بخوام نگاه کنیم.
ما الان 35 ساله که داعش در ایران داریم، یعنی بزرگترین داعش در خود ایران هست. لازم نبود که یه داعش از خارج بیاد و به ایران حمله کنه که بخوایم ما الان برای داعش خودمون رو سازماندهی کنیم. ما کار اصلیمون جمهوری اسلامیه، یعنی طبقه کارگر کسب قدرت سیاسی بکنه، با همه دنیا میتونه برابری کنه، با همه دنیا میتونه وارد مذاکره بشه و وارد برابری بشه، خودش رو حفظ بکنه، هر کاری که لازمه بکنه. ولی در ابتدا باید کسب قدرت سیاسی بکنه. اگر کسب قدرت سیاسی نکنه، نه نونش به دردش میخوره، نونش هم ازش میگیرن. همه این جنگ ها برای اینه که نون اونو زهرمارش کنن و هرچی کار کرده از بین ببرنش، هرچی نون خورده رو از حلقومش در بیارن. طبقه کارگر رو این بلا سرش میخوان بیارن. همینطور که بگه اسب یونجه میدن، بعد ازش انقدر شلاق میزنن که بره و کار به اصطلاح بدوه، بار ببره. از طبقه کارگر هم همینجور ازش نیرو میکشن، نیروی کارشو میکشن، بر میکشن و تا آخرین قطره خونش ازش کار میکشن. نخواهیم وارد این بچه، میدونم که میگه 15 دقیقه بیشتر وقت نداری، ولی ضرورت اینی که طبقه کارگر باید به جنب خودش و در این شرایط کنونی بتونه خودش رو جمع‌بندی کنه، بتونه به یه قدرت تبدیل بشه، بتونه جمهوری اسلامی رو براندازه، بتونه برای داعش جبهه‌ای درست کنه، بتونه از حمله های امپریالیستا برای اونا مانعی بسازه که بیش از این بهش زور نگه. خب باید چیکار کنه؟ باید همین الان، همین امروز، همین دقیقه، همین ثانیه شروع به سازماندهی خودش بکنه. رفیقمون همین دقیقا این کلمه رو به کار میبره و نقل قولی که از مارکس آورد دقیقا همه اینها همین معنی رو میده. حرفای الیجان هم همین معنی رو میده. رفیقمون علی رموزی هم میاد میگه سازمان ها و گروه ها دقیقا منظورش همینه که الان سازماندهی کنیم. چیز عجیب غریبی هم گفته نشده، ولی راهکارها که چگونه به این کار بپردازیم موضوع وظایف طبقه کارگره که الان باید بهش بپردازیم. رفقا بیان روی این صحبت کنیم که چه راههایی هست برای اینکه طبقه کارگر بتونه کسب قدرت سیاسی کنه. اینی که اطلاعیه، اینی که ننام شعارها، اینی که در تاریخ فلان، همه اینا درست، ولی ما کار عملی میخوام برای این کار، کاری که به یک نیروی مادی تبدیل بشه. چگونه به یک نیروی مادی تبدیل بشیم؟ ما بخشی از طبقه کارگر گر در خارج کشور پراکنده هستیم، در ابتدا اینها بایستی با هم متحد بشن، حالا چه به شکل جبهه‌ای، چه به شکل سازمانی، یا به هر شکلی که شما تشخیص میدی که اونها رو با هم متحد میکنه. گروه های سازمانی و افراد منفرد یا هر کسی که در جهت سازماندهی طبقه کارگر به طور مستقیم در ارتباط با اون میخواد حرکت کنه، این میتونه استراتژی ما باشه برای این در خارج کشور. در خارج کشور میتونه استراتژی ما باشه. در داخل کشور چگونه ما چه راههایی رو پیدا کنیم برای اینکه به این نقطه برسیم. من پیشنهادی دارم. پیشنهادم اینه که یک فراخوان برای کارگرانی که در خارج کشور هستند یک سمینار تشکیل بدیم، اونها بررسی کنن طبقه کارگر ایران چگونه میتونه تبدیل به یک آلترناتیو بشه. روی این آلترناتیو و چگونگی عمل کرده اون بیاد راهچارها رو پیدا کنه. یعنی این پیشنهادی که میدم، ما در هلند، حالا اگر نخوایم زیاد
وارد این بحث بشیم. ما میخوام این پیشنهاد رو ما از طرف رفقایی که به خصوص در هلند هستن، بخشی از طبقه کارگر، بخشی از کارگرایی که در هلند هستن، ما این پیشنهاد رو داریم میاریم و به همه رفقا هم اعلام خواهیم کرد که از همه کارگران حالا ایرانی، ما به خصوص رو طبقه کارگر ایران کار داریم، نگیم شکل ایرانی نگیم، میتونیم این کار رو بهتر انجام بدیم. اینها به این سمینار تشریف بیارن و بتونیم این راهکار رو به شکل عملی و حضوری انجامش بدیم. مرسی که حرفای من گوش کردیم. اینم که رفیقمون تایم رو زد، منم میکروفون رو در اختیارتون میذارم. دوباره دست میگیرم و این راهکارهای خودم رو یه خود بیشتر باز میکنم اگر اجازه دادید. مرسی. حتمی شما اجازه دارید. خسته نباشید رفقای عزیز، خسته نباشید دوستان گرامی. به اتاق مباحث کارگری خوش آمدید. این اتاق این بحث ها رو مطرح میکنه که برای همینه که انسان ها بیان با هم دیگه بحث بکنیم، به یه نتایجی برسیم که ببینیم باید چه کار کرد. اول به حساب یه چیز را مشخص کنیم که در رابطه با سرمایه مواضع ما چی هست و بعد ببینیم که چطوری میتونیم به حساب در مقابل سرمایه واستیم و بجنگیم و سرمایه را باید بر بیاندازیم. این چیزیه که باید انجام بگیره. اگر این انجام نگیره به حساب همه چیز هیچ و پوچه. به قول روزا لوکسامبورگ میگه که انقلاب با شکوه است، هر چیزی جز اون بیهوده است. باید به این فکر کنیم. صادق عزیز میک در اختیار شماست. 15 دقیقه عزیزم میک در اختیار شماست. بفرمایید. سلام بر تو حمید عزیز و اتاق، تمام دوستان حاضر در اتاق. خسته نباشید.